سلام. اگه الان این صدا رو میشنوی یعنی هنوز یه جایی ته دلت یه چیزی روشنه، یه نوری که خاموش نشده. من این کتابچه صوتی رو برای زنایی نوشتم که یه روزی شکستن ولی تصمیم گرفتن از نو بسازن، نه با عصای معجزه، نه با نیروی جادویی، بلکه فقط با خودشون، با دردی که تجربه کردن و درسی که ازش گرفتن. من نگار سادات جعفریم و اینجا 20 درس کوتاه از زندگی رو باهات در میون میذارم، نه چون همشو بلدم، بلکه چون همشو زندگی کردم.